درود به بینندگان تلویزیون تاجیکستان. این لحظه ها برنامه مستقیم درخش اقبال را بخشیده به 30مین سالگرد استقلال دولتی پیشنهاد شما می‌نماییم. واقعا استقلال برای ملت بزرگ تاجیک بزرگترین دستاورد دولتداری است، زیرا پیشروی ما یک ملت عزیز و عظمت، ملت ارزنده، ملتی که در راه آرمان‌های خود قدم‌های بسا استوار می‌گذارد. خب این لحظه ها علاقه مهمانان با برنامه ما تشریف آوردن، اونها را معرفی می‌نماییم. بله دلبر، فرصت است بسیار هم مناسب که با بینندگان برنامه مهمانان را معرفی نماییم. رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابای مکرم، همچنین کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام نظر کریمیان، دکتر علم‌های حقوق شناسی پروفسور استاد دانشگاه ملی تاجیکستان دانیال سنگین، خوش آمدید به استودیوی تلویزیون تاجیکستان و برنامه ادانه و مستقیم درخش اقبال. می‌خواستم راجع به قانونگذاری در زمان 30 سال استقلال یک کمی روشنی انداختم و دستاوردهای ما در این سمت. تشکر زیاد. وقتی که ما باید به دستاوردهای 30 سال استقلالیت دولتی سخن می‌رانیم، همه ساحه‌ها از جمله ساحه قانونگذاری نیز به دستاوردهای نظررس نائل شده است. باید تاکید نمود که در دوام 30 سال استقلالیت در جمهوری تاجیکستان بیش از 22 کودکس، 350 قانون و 17,000 سندهای معیاری قبول شدند و همه آنها برای تأمین حقوق و آزادی انسان و شهروند روانه گردند. اگر امروز ما صحنه‌ها یا اینکه زمینه‌های حقوقی با وجودهای استقلالیت دولتی را مورد تحلیل قرار دهیم، ببینیم که اولین سندی که استقلالیت دولتی را در جمهوری تاجیکستان به رسمیت گذاشت اعلامیه استقلالیت دولتی است که 9 سپتامبر سال 1991 قبول گردید و محض همین سند معین کننده ادامه پیوسته حقوقی استقلالیت کشور گردید. بعدا 6 نوامبر سال 1994 توسط رئیس عمومی خلق تاجیک کنستیتوسیای خود را قبول کرد و این کنستیتوسیا توانستی هم حقوق و آزادی انسان و شهروند و هم حالت حقوقی مقامات‌های دولتی همچنین اساس‌های ساختار کنستیتوسیونی را معین کنند و شهروندان در زمینه کنستیتوسیون منبع و تأمین حقوق‌های علاهیده از جمله حقوق‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سعی و کوشش نمودند. و سند دیگری که توانست مردم تاجیک را وحدت ملی آورد سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی میباشد که سال 1997 قبول کرده شد و بعد از سال 1997 در جمهوری تاجیکستان که وحدت یگانه برقرار گردید، تاجیکستان قدم‌های استواری سیاست حقوقی خود را گذاشت، سندهای علاهیده قبول شدند. و امروز من همچون حقوقشناس افتخار از آن دارم که در کشور ما در برابر مناسبت‌های داخلی از جمله سال 2018 قبول شدن کنسپت سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان در تاریخ 30 سال استقلالیت این دستاورد بی‌نظیر حقوقی میباشد. کل ساحه‌های حقوق با تکمیل و علاوه‌ها و بردباری‌هایشان نشان داده شدند و در برابر این قبول شدن استراتژی ملی رشد تا سال 2030 توانست که برای رشد قانونگذاری برای باز هم استوار نمودن زمینه‌های حقوقی کشور فعالیت نماید. امروز وقتی که بر نظر حقوق یا که قانونگذاری کشور نظر می‌افکنید، اندیشه استوار است که هیچ اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ و دیگر ساحه بدون سیاست حقوقی مکمل رشد کرده نمی‌تواند. از این رو هر یک ساحه‌ای که امروز در جمهوری تاجیکستان جای دارد آنها زمینه استوار حقوقی خود را دارند و همین زمینه استوار حقوقی 30 سالی پیشرفت قانونگذاری کشور باعث آن گردید که امروز تاجیکستان را 170 دولت دنیا رسما استقلالیتش را اعتراف کرده است. در برابر این 350 سندهای بین‌المللی که از جانب تشکیلات‌های بین‌المللی قبول شدن از جانب تاجیکستان امضا شده است. یعنی تاجیکستان با قانونگذاری مکمل خود توانست که در سطح بین‌الملل با تشبس‌های حقوقی نیز معرفی گردد.
با اون تشبس‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اوید به آب باعث آن گردیدند که در سطح سازمان ملل متحد سندهای بین المللی در این بخش قبول کردند. یعنی امروز استقلالیت تاجیکستان باعث رشد قانونگذاری، باعث مکمل شدن حقوق و آزادی انسان و باعث تامین گردیدن مکانیزم‌های حقوقی جهت حفظ حقوق انسان است. تامین حق و عدالت بهر انسان قانون است. کشوری آباد و آزاد فیض و احسان قانون است. صاحب دولت بودن در این جهان چرخزن مایه اکرام و افتخار استقلال ماست. دلبر سبسو خوب رو مطرح کردند که استقلال برای معرفی ملت ما در عرصه جهان میان دولت‌های متمدن یک نقش بسیار بزرگ و برجسته دارد. لکن ما افتخار میکنیم امروز از خود واژه استقلال، ملتی که استقلال داشته باشد و در وصف و ستایش استقلال شاعران شعر میگویند، اهل ایجاد با او آهنگ میبندند، هنرمندان با صمیمیت و صداقت این ترانه ها رو زمزمه میکنند. یعنی امروز در هر یک نقش و در هر یک کار و در هر یک پیکار این ملت استقلال احساس میشود.